هر کسی که در موبایل خود دست خود تا میبره بالا میبره در اینجا زندیقا صحبت میکنه، در بالای خدا اعتراض دارن، در بالای پیغمبر اعتراض دارن، در بالای دین اعتراض دارن، در بالای صحابه اعتراض دارن، در بالای عطرت پیغمبر اعتراض دارن، در بالای حرم و ناموس پیغمبر اعتراض دارن. اگر کسی روح خدا از این تغذیه میکنه، باز روح کسی که از این تغذیه شود باز دیگر تغذیه را قبول نمیکنه. مسلمان مکلف است به تربیه اولادش. هر یکی از شما مکلف است به تربیه اولادتون. اولادتون را تربیه کنید، روحش طور تغذیه کنید، تغذیه که غذای صحیح و سالم داشته باشد. اگر با گپای زندیقات تغذیه شود با دیگه او گپ ملا صاحب قبول نمید. دلتون جمع باشه.